درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید. همه ساله یک شنبه هفته اول ماه اکتبر روز آموزگاران تجلیل می گردد. البته این تنها روز آموزگاران نیست، بلکه روز همه آنهایی است که از استاد گرامی قدر تعلیم گرفتند، تربیه گرفتند. یعنی جامعه در برابر آموزگار عید دارد و این در سطح بلند تجلیل می گردد. یک مسئله ژاپنی است که از نزد استاد 7 قدم دورتر بیستید تا مبادا به تصادف سایه آن را زیر کنید. اما بزرگان ما نیز در مورد آموزگار و حق او بیشتر و بهتر گفتند. از جمله شیخ سعدی شیرازی که به معلم اخلاق معروف است می‌فرماید حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. گر پدر از حیات بهره دهد، استاد از نجات بهره دهد. و نیز اگر در جهان نبود آموزگار، شود از بیخرد تیره روزگار. یعنی همه پیشرفت ما و آبادی ما به این قشر جامعه وابستگی دارد. و در عرفه این روز مبارک و خجسته ما به استاد گرامی قدر پرزیدنت اکادمی تحصیلات، دکتر علم فیلولوژیا، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان محمد داوود سلامیان را دعوت کردیم تا در اطراف این روز و مسائل معارف صحبت داشته باشیم. نخست استاد را خوش آمدید میگوییم به استودیو و استاد عزیز میخواستم آغاز صحبتمان از این روز، یعنی از روز آموزگاران باشد، چرا که این روز از سال 1959 تجلیل می‌گردد. چی تفاوت در میان این تجلیل ها، یعنی از سال 1959 عصر گذشته و امروز تا به امروز که ادامه یافته ایستاده است، چی تفاوت در آن به مشاهده می‌رسد و هم چی باید کرد که این روز بهتر و نکوتر تجلیل گردد. تشکر زیاد. کیست میدانی معلم آن که نازد سروری، بر همایون نام او در زیر چرخ چنبری. تا ابد آواره میگردی در صحرای جهل، خضر ره بین گر نکردی عقل ما را رهبری. در حقیقت معلم آموزگار در جامعه انسانی یک شخصیت بسیار مهم و معروف و شمار می رود، زیرا حیات انسانی به آموزش، به تعلیم و تربیه هیچگاه رشد نمی کند و انسان به معلم و به آموزگار، به تعلیم و تربیه به جهالت رو می آورد. طوری که شما تاکید کردید این روز آموزگار از سال 1959 باز در کشور ما همچون روز گرامی داشت آموزگاران تجلیل می گردد و در قانون جمهوری تاجیکستان درباره ایدها این همچون روز کسبی آموزگار ذکر شده است و از جانب حکومت مملکت، از جانب اهل معارف کشور و از تمام اهل جامعه این روز را بزرگ می دارند و برای باز هم بهتر شدن مقام آموزگار در جامعه تلاش می کنند. البته در این مدت آموزگار همیشه مقام و منزلت خاصی داشت و امروز نیز این مقام و منزلت را در جامعه دارد. زیرا اگر ما با معلم، با آموزگار، با راهنمای فرزندان خود توجه نداشته باشیم، ما نمیتوانیم که نسل آینده ساز کشور را در زمینه اون طلبات های تربیوی و اخلاقی به کمال رسانیم و یا به وایه رسانیم. و همین است که در یک دوره آموزگاران
یک مقام خیلی بلندی رو در سالهای شوروی داشتند و احترام خاصی هم داشتند و همیشه با فعالیت آنها ارج و احترام گذاشته میشد و من گمان میکنم که این فعالیت ها امروز باز هم بهتر و خوبتر شده و از جانب حکومت مملکت مخصوصا از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت محترم امامعلی رحمان با آموزگاران توجه و احترام خاصی دارند که همه ساله این احترامات خود را پیشوای معظم ملت ما در روز دانش در روز برگزاری صلح و اهل معارف کشور با آموزگاران ابراز می‌دارند و تاکیدها هم کردند که مکتب جای مقدس و آموزگار این شخصیتی بسیار مهم و معتبر است که در جامعه یک رسالت بزرگی مفکوره سازی را ادا نماید. یعنی روندی تمام رشد کشور رشد جامعه همیشه به فعالیت آموزگار وابسته است و هر کدام ما از درس آموزگار و معلم گذشته ایم و همگان از آموزگاران خود از معلمان خود در خاطره خود یاد و خاطره های زیادی از آموزگاران داریم که کدام آموزگار ما چه راهنمایی کرده است و یا ما را چگونه تعلیم و تربیت دادند و هر کسی که از این مکتب آموزگار میگذرد همیشه در مقام و منزلت و جایگاه خود را در جامعه پیدا میکند و کسب را در زمینه اون تعلیماتی که آموزگار با او داده است در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و خود میگیرد و زندگی خود را در اساس دانش و راهنمایی هایی که از مکتب آموزگار کسب کرده است روشن می نماید و آینده خود و آینده فرزندان و جامعه را توسط علم و دانش خود رنگین و معطر می سازد. در سمت اجتماعی حکومت جمهوری ساحه معارف ساحه افضلیتناک و نظام معارف همچنین با حساب می رود تا به کجا با این هم مسئولان ساحه و هم دیگر قشر جامعه توجه مخصوص ظاهر می‌کنند. در حقیقت از جانب حکومت مملکت ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیت‌دار سیاست اجتماعی اعلان گردیده است و با رشد این ساحه همیشه توجه ظاهر کرده می شود و مهمتر از همه آن است که همه ساله با وجود مشکلات اقتصادی که در کشور هست معاش معلمان آموزگاران همه ساله بلند کرده می شود و برای باز هم بهتر گردیدن روند تعلیم و تربیه و ساختن مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و عموما همه زینه‌های تحصیلات از جانب حکومت توجه خاصی ظاهر می‌گردد و اگر ما با فعالیت‌های حکومت مملکت در سال‌های تنتنه استقلالیت نظر کنیم می‌بینیم که در این سمت برنامه و استراتژی‌های گوناگون قبول گردیدند که آنها برای عملی نمودن هدف‌های حکومت مملکت در سمت رشد ساحه معارف مساعدت میکنند. امروز در ساحه معارف مملکت 2 استراتژی دراز مدت و 8 برنامه دولتی قبول گردیده است که آنها برای اصلاحات ساحه معارف، برای بهتر گردیدن مقام آموزگار در جامعه، برای تجدید نظر و تکمیل دادن برنامه و استانداردهای تعلیمی و بهتر گردانیدن مضمون و مندرجه کتاب‌های درسی روانه شدند که ماهیت همه این روانه می‌گردد به خواننده به دانشجو که توانند که توسط اجرای این برنامه‌ها آنها دانش‌های خوبی زمانوی را حاصل کنند و با فعالیت‌های من بعده خود در رشد اجتماعی اقتصادی کشور سهم و نقش خودشان را گذارند و در از جانب پرزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و سمت معارف توجه مخصوص ظاهر کرده شده است و در روز دانش که امسال برگزار گردیده بود تاکیداً گفتند که من با اون ارج و احترامی که نسبت به معلم دارم اظهار سپاس میکنم که آنها توانستند که توسط فعالیت و زحمت‌های به پایانشان کشور ما رو در عرصه بین المللی
معرفی کنند و همچنین در تطبیق سیاست دولت آنها سهم گذارند. یعنی تاکید پیشوای معظم ملت از آن بود که معلمان و آموزگاران در ترغیب و تشویق اندیشه و افکار جامعه سازی پیشوای معظم ملت سهم بسیار نظررس گذاشتند و توانستند که این سیاستی رهبر دولت رو در جامعه ترغیب و تشویق و برای تکمیل آن سهم و نقش بارز گذارند که این باعث بسیار اظهار سپاس نمودن پیشوای معظم ملت با فعالیت آموزگاران و مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و دیگر زمینه‌های تحصیلات در کشور ما به شمار می‌رود. فکر می‌کنم که از مشکلات سوال برای گرفتن کودکان به مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی ساختمان و ساختن سیمخانه‌های لواگی در اساس افزایش اهالی یعنی با وجود آمده است مشکلات ها و تا کجا ما میتوانیم که این مشکلات رو رفع کنیم، چون همه ساله اهالی افزایش می‌یابد ولی در این مورد قفامانی احساس میشه در ساختمان و میخوام همزمان در خصوص صفت کتاب‌های درسی صحبت داشته باشید، چرا که سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در درس صلح که در این سال نو خوانش آغاز یافت در مورد مخصوص کتاب‌های درسی ادبیات و تاریخ صحبت داشتند و ذکر کردند که با طلبات دور این کتاب‌ها باید که بازدید شوند، از نو تألیف یابند. درست است. در حقیقت در سمت رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و فراگیری کودکان با این مؤسسه‌ها در کشور ما کم مشکلی‌ها به نظر می‌رسد. پیش از همه با مؤسسه‌های تا مکتبی جلب نمودن کودکان از اون عبارت است که در شهر و ناحیه‌های مملکت مؤسسه‌های تا مکتبی باغچه‌ها نیست یا کم است و از جانب دیگر خود والدان هم در این سمت با همکاری چندان آماده نیستند و ماهیتی با تحصیل تا مکتبی فرا گرفتن کودکان رو درک نکردند. یعنی در این سمت ما باید که کارهای فهماندهی رو بیشتر کنیم و برای جلب کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی چاره‌های باز هم بیشتر و خوبتری رو راه اندازی کنیم. امروز طبق اون تاکیدی که پیشوای معظم ملت در روز دانش کرده بودند در تمام کشور همگی 707 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکند که این برای کشور ما بسیار ناکفایه است. در شرایطی که اهالی ما روز هر همه ساله رو به افزایش دارد و شماره اهالی ما بیشتر میگردد، برای آن که در آینده این کودکان به تحصیل بسیار فراگیر و تحصیل خوب جلب کرده شوند، تأسیس مؤسسه‌های تا مکتبی و ساختمان آنها خیلی مهم ارزیابی می‌گردد و در این سمت برنامه ساختن مؤسسه‌های تا مکتبی خصوصی راه اندازی گردیده است که در آن برای صاحبکاران بعضی امتیازها پیشنهاد گردیده است و همچنین برای بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی خصوصی در کشور ما چندان توجه نشده ایستاده است. اگر در این سمت صاحبکاران کشور همکاری کنند و برای ساختن مؤسسه‌ها و فعالیت آنها مساعدت کنند، من گمان میکنم در آینده این سمت خوبتر می شود و همچنین امروز تجربه های دیگر کشورها را در سمت جلب کودکان با مؤسسه‌های تا مکتبی آموخته ایستادند و در آینده نزدیک شاید مؤسسه‌های تا مکتبی الترناتیوی، یعنی تأسیس مرکزهای رشد کودک در نزد مؤسسه‌های تعلیمی یا در عائله ها یا جلبی مثلا سیار کودکان در تعلیم سیار در محل هایی که از مرکزهای شهر و ناحیه دورتر واقع هستند راه اندازی گردن. در این سمت آهسته آهسته زینه به زینه می توانیم که در سمت این هدف های حکومتی مملکت سهم و نقش خود را گذاریم.
و اون تاکیده که پیشوای معظم ملت در سمت بازنگری کردن فنهای ادبیات و تاریخ خلق تاجیک کردن البته این بی اساس نیست، چون که هم فن ادبیات و هم فن تاریخ خلق تاجیک در جامعه همچون فنهای مفکوره ساز دانسته شدن، پذیرفته شدن و ماهیت تعلیم این درس‌ها نیز به اون روانه شده است که خواننده ما در زمینه ارزش‌های ملی و ارزش‌های بدیعی که در طول هزار سالها ایجاد شدن تعلیم و تربیت یابند و دستور از جانب رهبر دولت شد که برنامه و استانداردهای این فنها و همه فنها تجدید نظر کرده شوند و برای اون که ما خوانندگان رو در جهان معاصر از اطلاعات‌های بیرونه از اون جهانی شویه که به تفکر، به فرهنگ، به نظام تحصیلاتی ما تاثیر میرسانند حفظ کنیم، باید که تاریخی ملت خود را با آنها آموزانیم. یعنی هر یک خواننده باید امروز از تاریخ خلق تاجیک آگاه باشد و اگر در توجه کرده باشیم در همین سخنرانی شما پیشوای معظم ملت گفتن هدف ما از این بازنگری تاریخ خلق تاجیک تکاپو کردن چی نیست، یعنی تاریخ نیست، تاریخ رو مثلا گشته سنجیدن نیست و تنها ما میخواهیم که در جامعه امروزه ما اون ارزش‌های تاریخی که در مدت هزار ساله ها و بر مردان سیاسی و اون مبارزان راه آزادی و اونهایی که برای حفظ سرزمین مملکت، برای حفظ هویت ملی خود کوشش کردند، جانبازی ها کردند، آنها را برای فرزندان خود آموزانیم تا اینکه آنها دانند که گذشتگان آنها کی بودند و آنها امروز کی هستند و فردا و کجا روانه هستند. بنابراین امروز وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان اکادمی تحصیلات را وظیفه‌دار کرده است که در سمت تجدید نظر نمودن برنامه و استانداردهای این فنها چاره‌های ضروری را اندیشد و لایحه کانسپسیای تعلیمی فنهای ادبیات و تاریخ خلق تاجیک را ما باید که آماده کنیم و در زمینه این کانسپسیا که فراگیر ارزش‌های تاریخی و ملی کشور ما هست، ما برای نوشتن کتاب‌های ادبیات و تاریخ خلق تاجیک زمینه‌های علمی را معین و مقرر کنیم تا اینکه کتاب‌ها با خوانندگان با در اساس اون طلباتی که امروز جامعه دارد، اون دستاوردهایی که زمان استقلالیت دارد تعلیم داده شوند و آینده کشور ما با سطح دانش و تاریخ دانی فرزندان ما وابسته است و در این راستا در کشور ما با تشبث پیشوای معظم ملت آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت رفته ایستاده است که این هم یکی از اقدام‌های پیشوای معظم ملت در سمت تعلیم تاریخ خلق تاجیک و آموزانیدن و معرفی کردن ارزش‌های تاریخی برای خوانندگان و تمام مردم کشور می باشد. از مشکلات‌های دیگری سوال بوری اول است که امسال نقشه قبول با مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه کسبی با عالی کسبی اجرا نشد. البته در کشور ما این بوری یکم است فکر میکنم، در صورتی که در کشورهای پیشرفته جهان هم این مشکلات احساس می شود، ولی آنها از حساب دانشجویان خارجی این مشکلات رو رفع کردن می توانند. ما آیا می توانیم که در آینده یعنی برای رفع این مشکلات سعی و تلاش بورزیم تا بار دیگر این رخ ندهد، چنین یک رخ داد، چنین یک یعنی نورسایی و بجز این مکتب‌های عالی کسبی دیگر کشورها فیلیال‌های خود را در جمهورهای دیگر تأسیس دادند. و ما امکان داریم که در آینده فیلیال‌های مثلا دانشگاه‌های خود را در دیگر کشورها تأسیس بدیم. در حقیقت یک مشکلاتی که امروز در ساحه تحصیلات کشور پیش آمده است و این در سخنرانی پیشوای معظم ملت در روز دانش هم تاکید شد، این به طور ضروری اجرا نگردیدن نقشه قبول در
مؤسسه‌های تحصیلات کسبی می باشد. و من گمان میکنم که جهان امروزه جهان دیگر است و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور و از اینا ابتدایی و میانه کسبی نیز باید فعالیت خود را در این سمت برای جلب دانشجویان بیشتر نمایند و من گمان میکنم که اگر زمینه‌های تحصیل مثلا اگر مؤسسه‌ها با تجهیزات‌های زمانوی تامین باشند، اگر آنها توانند که همین دستاوردهای خود را در جامعه ترغیب کنند و در آینده برای فعالیت نمودنشان زمینه‌های مساعد فراهم آورد، این فعالیت‌ها را باید در جامعه زیاد کنند، یعنی ترغیب و در تشویق فعالیت‌هایشان را در بین جامعه آنها باید بیشتر کنند. و طلبات اقتصادی بازرگانی همین است و رقابت بین دانشگاه‌ها هم در همین ظاهر می‌گردد که کدام دانشگاهی که اقتدار بلندی کسبی دارد، از جهت علمی رشد یافته است و اون تجهیزات‌های تعلیمی لابراتواریا و آزمایشگاه‌هایی که برای اسقاط کردن کسب و دانشجویان شرایط فراهم می‌آورد، من گمان میکنم اینها میتوانند در آینده فعالیت کنند. و البته در افتتاح نمودن مؤسسه‌های تحصیلات عالی و فیلیال‌های آنها در کشورهای خارجی این از اقدام‌های خوبی هر یک کشور به شمار می‌رود، چون که اون دستاوردهایی که او کشور دارد میتواند در یک کشور دیگر آنها ترغیب و تشویق شوند و برای تحصیلات دیگران مساعدت کنند. و البته این باز هم به همون وضع اقتصادی کشورها وابسته است و طوری که اون چند کشوری که در ما فیلیال‌های یا دانشگاه خودشان را گشادند از جهت اقتصادی خیلی پیش رفتند و وزارت معاری و علم جمهوری تاجیکستان نیز همین را در نقشه دارد که در یکی از کشورهای که شاید شهروندانی و در اونجا زیادتر استقامت میکنند در آنها یک فیلیال‌های هم مکتب‌های میانه و هم مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را افتتاح نماید. و یک تجربه در همکاری با جمهوری ازبکستان سالهای پیش داشتیم که در جمهوری ازبکستان جمهوری تاجیکستان مکتب تاجیکی افتتاح نمود و همچنین جمهوری ازبکستان در یکی از منطقه‌های ولایت سوخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با زبان ازبکی. یعنی این فعالیت‌ها من فکر میکنم برای باز هم بهتر و خوبتر شدن رابطه‌های سیاسی با کشورهای خارجی شرایط فراهم می‌آورند و برای تحکیم دوستی و رفاقت باز هم درهای مهر و محبت رو بیشتر می‌گشایند. میخواستم صحبت را از خصوص امتیازهای آموزگاران، امتیازهایی که حکومت جمهوری مقرر کرده است برای آنها ادامه بدید و تا کجا این آموزگاران از امتیازهایشان برخوردارند و از آن استفاده کرده میتوانند و هم چی امتیازها دارند؟ در حقیقت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چند سال باز و در قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف هم آمده است که امتیازها برای آموزگاران و این امتیازها تا اندازه هستند و یکی از آنها این دادن قرض امتیازناک و آموزگاران جوان که در مدت 3 سال اول و اینها داده می شود این قرض و این قرض را آنها می توانند که برای بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی خود استفاده برند. و دیگر امتیازهایی که هست اونها وابسته‌اند به رئیسان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها و از اون اطلاعاتی که در ما امروز دسترس میکنیم میبینیم که بعضی رئیسان و رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به این امتیازات توجه میکنند و آموزگاران جوان را با زمینی نزد حولگی و بعضا با خانه ها تامین میکنند که این باعث دستگیری چنین فعالیت ها است و آنها با همون آموزگار ارج و احترام میگذارند تا اینکه در نظام معارفی آنها توانند که فعالیت کنند و مؤسسه های خود را از نارسایی آموزگاران رهانند. و این البته در دیگر سمت ها فعالیت ها هست و همچنین اگر ما با
آزمون هایی که هست در از جانب پیشوای معظم ملت با تشبث به واسطه جناب عالی آنها راه اندازی شدند توجه کنیم می‌بینیم که هر یک خواننده ای که در همین آزمون ها غالب می آید برابر همون غالب شاگردش غالبیت شاگردش اون هم با مکافات پولی قدردانی میگردد. یعنی کسی که زحمت میکشد، کسی که در همین سمت تعلیم کوشش میکند، اونها میتوانند که با اون امتیازها رو اخذ کنند. و همچنین در سمت معارف جایزه پرزیدنت جمهوری ترکمنستان در ساحه معارف است که اون در 2 سال یک مرتبه و همه ساله برای آموزگاران و عالمان جایزه حکومت جمهوری تاجیکستان داده می شود برای فنهای طبیعی و ریاضی که در این 15 نفر را در بر می گیرد و از این 9 نامگوی آن برای آموزگاران زینهای عموم زینهای تحصیلات روانه شده است و مخصوصا در این سبب این 9 نفر هستند آموزگاران از مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی باشند که طولی چند سال است که از همین امتیازی که از جانب پیشوای معظم ملت راه اندازی شده است آنها بهره‌ور می‌گردند. در عرفه این روز آموزگاران قرار داریم، چی تمنا دارید؟ تمنای آن را میکنم که آموزگار، معلم، استاد در جامعه مقام شایسته را کسب کند و همه اهل جامعه طوری که شما در آغاز تاکید کردید با این شخصی مفکوره ساز، با این فردی که برای تعلیم و تربیت نسل انسان زحمت میکشد، کوشش میکند، نور چشم خود را خیره میکند و همیشه برای روزی دیگر اندیشه و فکر میکند که با کودک مردم من چی چیزی نو گویم، چی راهنمایی کنم، خوشی ها، نیکی های زندگی را تمنا میکنم و از همه اهل جامعه احترامانه خواهش میکنم که با همه فعالیت آموزگار ارج و احترام گذارند، چون که این تاکیدهای پیشوای معظم ملت ما است. خودشان احترام و ارج میگذارند و ما در پیروی با پرزیدنت مملکت باید که با فعالیت‌های موشکافانه استادان و آموزگاران احترام خاصه ظاهر کنیم و از پدر و مادران خواهش میکنیم که در برابر آموزگاران آنها نیز در تعلیم و تربیت فرزندان خود جهد و تلاش کنند تا در آینده این کشور ما را، این سرزمین زیبا را آنها رشد و انکشاف و حفظ از تمام گزندها نمایند. تشکر و سپاسگزار از آنیم که دعوت را پذیرفتید و به استودیو آمدید. هزار رحمت. سلامت باشید.